1,000,000 تومن، 4,000,000 تومن ماهی، 1,000,000 تومن به خانواده ها پول میده. وقتی روغن 1,600,000 1,700,000 این 1,000,000 تومن روغن رو برای چی میخواد؟ برای جغ لای در خونه شون میخواد که شب عیدی خونهشون در خونهشون جغ نکنه. حالا 1,000,000 داشت، 1,000,000 خورده ای رو داشت، روغن خرید، باش چی بخره که با روغن درست کنه؟ این روغن فقط به درد همون لای جغ لای در میخوره. نمیدونم، خدا هم حرف گوش نمیکنه. من با کسی حرفی ندارم، فقط از خدا میخوام کمک کنه، به هممون کمک کنه، به این وری به اون وری، به چپ به راست فرقی نمیکنه، به ایرانی کمک کنه، چه در ایران چه در خارج از ایران، به هممون کمک کنه.